سابقه‌دار کینو و تئاتر استاد عبیدالله رجبوف امروز همصحبتی ما با شما هستند. برای من هیچ چیز این آدم بنده کیفیت و نفس خودش است. استاد گفتم میتونه که امروز شما راضی هستید از فعالیت تئاترهای امروز؟ نه مطلقا نه. مردم ما تئاتر دوست نیست از بنیادش. اسمی از آنها رو قیچی هم میکردن. بله. و جنجال میشد استاد. همین چیزا مثال برای من علم آور بود. وقتی که آدم ها زر از ریگ یا که از سنگ فرق کردن نمیتونن دانسته. و نامش چی میشه؟ کتاب رو میگه دوست است. من خواهش میکنم که درباره همین کتاب نگیم، میترسم که جوان مرد نشم. و خودمان با همین گناه داریم. خواهش میکنم که من بعد همیشه نشود. ستاره‌های شоу بیزنسی توجیه، هنرمندان، حجم‌نگاران، روزنامه‌نگاران، ورزشکاران در لایحه نگاهی نو با سلیم جان سیدов. بیننده عزیز درود میگویم برای شما و ما حالا هم در شهر دوشنبه قرار داریم. لایحه نگاهی نو است و ثبت ما صورت میگیرد در مغازه فروش مبل های خانه من و امروز میدونید نفری که من از خردی آرزو میکردم که با ایشان روبرو شوم، هم صحبت شوم. هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان، سابقه دار کینو و تئاتر استاد عبیدالله رجبوف امروز هم صحبتی ما با شما هستند. استاد السلام علیکم. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام بیننده های عزیز. و ما امروز جرأت کردیم که در حضور شما باشیم. تشکر استاد. سپاس که با دعوت ما راضی شدید و راضی شدید که با شما برای بیننده های شما، برای هواداران شما یک برنامه نوی تهیه کرده باشیم. تشکر. سلامت باشیم. و استاد قسمت اولی برنامه ما سوال ها از لایحه نگاهی نو می شود. سوال های واگذار میکنم که برای شما عادتا در دیگر جا کمتر گفته باشید یا حداقل نگفته باشید یا چیزی گفته باشید که از نقطه نظری من همون چیز مثلا شاید ناروشن من یا همون چیز رو مثلا بیننده های شما میخوان که شرحش رو زیادتر فهمیده باشن استاد. و اولی سوال رو من برای شما این گونه واگذار کردنی بودم که در جامعه ما اندیشه هست که پس از حجوی عبیدالله رجبوف دیگر حجوی واقعی روی کار نآمد. این سوال با گوش شما هم میرسد استاد. راضی هستید با این؟ من در روزنامه های دوری بعضن از این چیزا آگاه میشم. برای من هم باعث خرسندی است و هم باعث اندیشه. نمی شود که در یک حجم جمهوری محدود باشد. حجم باید که از نگاه من باید که تقلید نکنند. برآمد یک کس، دید یک کس، نگاه یک کس، ذوق یک کس دیگر. هنر همین است که هرچی که بالای صحنه می آید پیش مردم پیشنهاد میکنیم اون باید نو باشد، از دیدی نو، از نگاهی نو، چیزی که تلویزیون شما نام را دارد. اون وقت این حجم می شود حجم. اگر همه ما در یک سمت، در یک رویه اگر هنر نمایی کنیم پس این هنر نیست. این نگاهی من، این هنر نیست. اگر اون چیزی که مردم میپسندد قبول میکند هنری من، دید و ذوق من، این کاری من است. من بسیار میخواستم که دیگر هنرمندایی که هستند، البته از یک جهت خرسند میشم که اینها همون طرز و رویه من انتخاب کردند، ولی این ایجاد نیست. تقلید است. این مقلدی است. بله. همین چیز. فهم استاد. و امروز کی را نامگذاری کرده میتواند که مثلا حجوی او را یک اندازه خوب میشناسید یا عموما حجویگران امروزه ما که در جبهه‌های مختلف ایجاد میکنند چگونه به‌گذاری میکنید فعالیتشان را؟ حجم بسیار کاری مشکل است. بسیار. یعنی باید چیزی که در اول گفتم، حجم باید که خود آدم باید مهربان باشد. در نهاد او قهر و غضب و منفوری یا که قصد گرفتن نباید باشد. همه چی باید، عموما صنعت مهربانی هم میخواهد، باید مهربان باشه. اگر در نهاد تو یگان قهر و غضب باشد و از کسی نقار گرفتن و باشد اگر و به همین بهانه بالای صحنه بیایی، این نمیشود. این حساب نیست. حجم باید در خدمت مردم باشد. آن چیزی که در دل مردم است گفتن نمیتواند از نگاه من و همون پیشنهاد میکنید به خود مردم که آنها خودشان میگن آن چیزی که میخواستم گفتم. یعنی او گفته هم باید که خیلی وای باشد، خوب باشد.
یعنی که سخت نباشد، سطیر نباشد. حجم پهلوهای زیادی. بله، حالا ما از این سوال میکنم برای شما حتما. از این رو لازم آن است که او هنرمند در کدام کلید میرود، در کلید حجم است، تقلید است، یا که و دیگر چیزهای بسیار پامفلت است و فرس است و غیره ها. اما استاد نگفتید که از فعالیت ایجادی امروزه میگیم که من قبول دارم. من قبول هستم. بسیار از اکثریت اینها همراه من در وقتش کار کردن، از من بسیار چیزها شنیدن، ولی در همون شنیده ها ماندن. این شنیده های باید که تکمیل داد. این راه است، این یک راه است که همین راه انتخاب میکند، ولی شخصیت او و دانش و فهمیش او، نازک فهمی او تا کدام اندازه است. من قبول دارم علاءالدین عبدالله قبول دارم که او برای خودش یک چیز پیدا کرده است که این هم سالهای پیش من کرده بودم در تلویزیون و بعضی لحظه ها در ارشیو در بایگانی شهزاد پسری من هست این چیزا و من خرسند میشم از اون که علاءالدین این چیزا گرفت و از نگاه خودش و از دید خودش اینا تکمیل داد، پره گرداند. خیلی سیب‌های به زمین ریخته به سمکه شما افتید؟ بابا جان. لبی علی جان. ما به همه سوالهای شما جواب دادم. بله علی جان جواب داده، لیکن به سوال آخرین جواب داده نمیتونم. علاءالدین است، خب نصرالدین هست، از زنها گلبیبی هست، همین چیزها هستن، همینا هستن. اینا هم تکمیل میخوان، اینا هم میخوان که دیگرگونی داشته باشن. اینا باید دعوت کرد. وقتی که دعوت میکنن و وقتی که طلبگار اینها زیاد است، وقتی که رئیسیارها یا که شخصیت‌های علاهیده نسبت اینها طلبات زیاد میکنن و آنها هم هوشیار میشن، از چیزهای بهترین و خوبتر پیشنهاد میکنن. اصلا هنر این باید دائم در باشد، تکمیل یابد، باید پیش رود و طلبات نسبت اینها اگر زیاد باشد، اونا هم کوشش میکنن که هنرشون نازکتر، زیباتر و پرمعناتر گردد. اما شما استاد باوری دارید که مثلا آینده نفر پیدا میشد که ادامه دهنده حجوی واقعی مثل شما باشه؟ البته من باوری دارم. خود هنر و صنعت در یک پایه، در یک جا نمیستد و باید پیش رود و وقتی که مردم نازکبین میشود، دانش و فهمیشش پره میگردد، بالا میرود و طلبات هم نسبت هر یک حجم نگار باید نسبت خودش صرف کنه. فهمم. استاد شما جای ذکر میکنید که من خوشبختم و جبر دیدم. میگوید خوشبختم برای اون که من به دل بیننده راه یافتم، مرا پذیرفتن و محبت پیدا کردن. اما نمیگوید که چرا شما جبر دیده اید استاد؟ میدونید چی؟ اصلا من گویم که آدمی خوشبخت و جبر دیدم. جبر دیده من به آن خاطر میگویم که من میدونم که بسیار همکسبای من وقتی که من در تئاتر کار میکردم، من هم در تئاتر اکادمی درامایی خواندم در وقتش. اینجا استودیو بودی فیلم سایش تیلمن ما درس داده است و استادای همون وقت خیلی شخصیت‌های نامدار زمان شوروی از قبیل فیلم سایش تیلمن که یکی از اساسگذارهای تئاتر کسبی تاجیک فیلم سایش تیلمن بودن و بعد ما در دست استاد حاجی خدا رحمت الله اصل برخانوف، صافی ارجانوف تویبوی و نظام نورجانوف و با از چند از هنرمندای روس از قبیل لیانید سیمیونوویچ کرنیف از تئاتر مایاکوفسکی، پداسنکا و غیره ها ما درس خواندیم. یکیمیت وکال درس من میدادن از تئاتر اپرا بالت. یعنی که ما در مکتب همینا در از نگاه دید و ذوق همینها ما کلان شدیم که میشود. فیلم سایش تیلمن استودیوی ما که در نزد تئاتر لاهوتی بود باید مخصوص جدا کردن که اون خاراکترها یا که سیماهای باشن که در تئاتر نیست نبودن. یعنی از همین نگاه انتخاب میکردن و میگفتن که این میشد، این آینده‌ش اگر وای کنیم در همین سمت و در همین رویه هنرمندای خوب میشوند. و بعدتر فیلم سایش تیلمن به دیگر جا گذشت و ما ماندیم به صاحب ماندیم. با وجود آن که
ما بسیار فهمی شد با پیشان می رفتیم درس خانه ولی همین تاثیر خودش گذاشت. بعد از اون وقتی که من تمام کردم مستقل شدم من در تئاتر از بین 17 نفر انتخاب شدم در تئاتر برای کار کردن. بودن در تئاتر که نسبت افیم ایسایویچ بعضی ها اونقدر نگاه خوب نداشتن، یعنی که ما فرزندای افیم ایسایویچ بودیم با ما هم همون تاثیر طبیعی است که تاثیر میرسه. این چیز بوده یک گپ است. چون بعد خدمت حربی من آمدم تئاتر یک سال زیادتر من کار کردم و بعد باز من فرستادن تئاتر موسیقی مسکوی ولایت کولابی همون وقتا شهر کولاب فرستادن. گفتن که اون تئاتر آباد کردن در کار است. تئاتر تا از نو بنیاد شده بود. ما رفتیم اونجا دیدیم ما نگاه ما تماما دیگر خیلی بود. هنرمندای اونجا اکثریتشون هنرمندای خود فعالیت بودن همون دور زمان. با اونقدر اون چیزی که ما میگفتیم اونا قبول نداشتن. اونا میخواستن که مثل مسخره بازهایی که در زمانهای پیش بودن در بین مردم اونجا همین رویه بود به همونا خیلی مانند باشه. ما این چیز قبول کردن نتوانستیم. البته این وقت ضدیت پیدا میشود. ما خواستیم که این تئاتر من بسیارا رو همراه هم بردم. رحماندوست بردم، رحماندوست قربانیان میسره امینویه بردم، از اینجا منوره امینویه بردم و با چند رفیقان دیگری که وای بودن که ما اونجا به وای نیافتیم، رشد و کمال نیافتیم، یعنی که دستگیری نیافتیم از طرف هم تئاتر و هم حکومتی محلی. فهمم. استاد برخورد با کارگردان ها بسیار بود. مثلا شما یک اندازه گفتم ممکن است که مثلا جبریدگی شما از برخورد با کارگردان ها بود که برای شما آزادی اجازه نمیدادن، نمیگن؟ اونها قبول نمیکردن. اون چیزی که من در تئاتر لاهوتی بدتر باست کلاب اومدم، من اینجا اومدم، من دعوت کردن دویم بار اومدم، من سال 70 اومدم از تئاتر کلاب اینجا. خوشبختانه دو استادی من در این تئاتر بودن، هم حاجی خود رحمت الله و هم اصلی بدرالدین برهانوف. اینها تا اندازه دستگیری میکردن ولی رئیسیارهایی که در تئاتر همچون رئیسیار کار میکردن نمیدونم اونها در من ندیدن هیچ چیز و من میخواستم که فرض کردم که در همون وقت ممکن بود من خلیستکو بازی کنم. فهمم. و شما رول‌های سبک میدادن؟ نفهمیدم. و شما نقش‌های سبک میدادن استاد؟ نه نقش من نقش نبود، رول‌های خرد اپیزودی میدادن که من میگفتم که یا من نشناختن یا که جهانی من نمیدونن یا که در مهم آن است که هنرمند باید باطنش باید که درک کرده تا اون رئیسیار. متاسفانه همیشه نمیدیدن گرچه که من کار میکردم و من مجبور شدم در همون رول‌های اپیزودی که اون برای من اونقدر وزنی نبود من همین رول‌ها از نگاه رئیسیار که اونها یک استاندارد است، یک چیزی است که مثلا همین آدمی با اندیشه، همین آدمی خنده‌آور، همین آدمی شوخ، همین فعلش این خیل، من برعکس همونا رولامو میساختم. آن چیزی که رئیسیار میبینن میخوان. یک چیز عادی من برای شما نقل میکنم. در اسپکتاکل زیبونیسا رئیسیار شمسی قیاموف یک رول دادن شاعری دربار. بدیل بازی میکرد محمد جان واحدوف. قاضی کلانی دربار بازی میکرد خدا رحمتی نماز آقای معطوف و من یک اپیزودی خردک بود شاعری دربار. ما میبینیم بدیل برای بردن به دربار بردن. من اونجا گپ ندارم، من یک دو سه بار نخواد میگم و آفرین میگم، خوب گفتید، شکر به دهانتون گفتم، خیلی گپا داریم. موافق سیناری ها. بعد اونجا به خدا رحمتی من نمیدونم چی کار کنم دیگر، هیچ راه ندارم. من نماینده اکنون شاه آمدگی که بدل به دربار بریم. خب در وقت‌های رپتیسیون این چیز سبکتر بود، چون ما بالای صحنه برآمدیم بدیل ما بسیار خوب پیشواز میگیرد و ما میشینیم و شربت پیشنهاد میکنم بدیل ما کمپوت یعنی آبی میوه. خب
من همه اتیکتی رعایت میکنم، یعنی که از دربار آمده از همه آدابی بلند و همه چیز میشینیم. بعد همون شربتی که پیشنهاد میکنن ما هم نمیگیریم، من میرشم فرض کردیم معقول میگیرم، میگم بای چه لذتی خوبه تا میمانم. لیکن اینا صحبت میکنن، من نگاه میکنم بیدل و نگاه میکنم قاضی و ابیکت اساسی من میشد همون جام شربت. یعنی اون چیزی که از این صحبتایی که دعوت میکنن و دربار، این چیز برای من نبود، من همون شربت و هر زمان اونا صحبت میکنن میگم آفرین همون شربت هم می‌نوشم. بعد با دراز میکنم دل مکی و میگیرن اون کس با میریزن با میدیم. یعنی همین اون لحظه که ما بازی میکنیم ممکن 20 دقیقه میرود یا چند دقیقه در خاطرم نیست، تمامی هوشی من، دقتی من به همین جام شربت من می‌نوشم. همون فقط وصفی، اما از نگاهش از وایش همون شربت تماشابین این چیز بسیار خوب قبول میکنند و من سخن ندارم، من می‌نوشم همین خیلی همین لذت میبرم از این، با دراز میکنم انا بیدل بکی با اگر خیلی وای میگیرد هم تو صحبت اینا که مهم است بار میریزن، من این دفعه یک بار می‌نوشم انا بعد با دراز میکنم. خدا رحمتی محمود جان از این چیز فهمیدن که این ایمپروویزاسیا بود. ایمپروویزاسیا نو گرفتنش جام از دست من گرفتن و ماندن. بعد اونا صحبت میکنن، من اینا به نگاه میکنم، اینا به نگاه میکنم که ریخت یا نریخت. بعد روشون به نگاه میکنم که من مهمونم، من خواهش دارم چی و نریخت. بعد با در وقت صحبتشون میگم درست میگم جام با اون طرفتر نزدیک میکنه که ریزن و یا نمیریزن. بعد من خودم همون کوزه میگیرم و خودم میریزم و همه عادت باید کردم. میگم بسیار خوب زل خودت وضعیت زل باید دانید. یعنی من به هر دوی همین ها که اینش قاضی است و اینش شاعری شناخته و که ما به دربار دعوت کرده ایستادیم، برای من هیچ این چیز. این آدم بنده کیفیت و نفس خودش است. یعنی همین نقش شما می‌خواستید نمایش دهید؟ نه این در وای نیست، سیناری نبود. در وای نیست. استاد شمسی قیام مرا هر زمان میگفتن که عبیدالله جان نمیجومی، همین خیلی یک هیکل بر این میشینی، خودت نماینده شاه هستی. خب نماینده شاه هم آدم است و هم خاراکتر دارد، هم دارد. همین اپیزودی من شد یک چیزی خاطرمان هم برای بیننده ها و هم برای همکارام که در تئاتر و اینا گفتن که با یک رولی که من رولم نبود در چیز تاثیر گذاشت. فهمو استاد بیاد برمیگردیم سری اون که بعضی اختلاف نظرها با کارگردان ها رئیسیارها بود، برخورد اندیشه ها و شما طریق بداهتا ایمپروویزاسیا بازی میکردید و گاه میشه که قسمی از آنها رو قیچی هم میکردن. بله. و جنجال میشد استاد. نه وای میپرسن که برای چی؟ من میگفتم که همین وزن ندارد همین جمله. هدف همین چی است؟ یک چیزی خالی است. اینا بهترش با نگاه و با دید اگر ما وای کنیم خوبتر و بهتر میشد. مثلا در ریمارک مؤلف همین آورده است. مؤلف هم همچون یک ایجادکار او هم حقوق خطا کردن دارد. برای اینکه من وقتی که رول بازی میکنم منم مؤلف هستم. منم حقوق دارم. من چون که این همین رول مثلا از رگ و پای و خونی من میگذرد. چرا من حق نداشتم؟ و شده است که در یکی از نمایش‌هایی که مؤلف سلطان سفروف بود و رئیسیارش خوشنظر مایبلی خدا رحمتش کند، من بازی کردم. اینجا یک تضاد عجایبی بود. من یک رول دادن که من خوشامدگوی رئیس بودم. یعنی دوی ما پشت رئیس میدویدم میرفتم میگفتم من تو ایسا معقول نبود. من نمیتونم اون چیزی که در طبیعت در نه در پسیکولوژی من در وجودی من اون چیز نبود، من همین نمیتونستم. و یک دوستی من استادی من حاجی قلو رحمت محکم حاجی قلو که وام نو در تئاتر آمدگی بود، همین رول او معقول بود. و در پشت من صحبت شد که اگر همین رول محکم حاجی قلو بود است که اگر من بازی میکردم این نتونسته ایستاده است. اول رول من نمیگنجد در وجودی من، در پوستی من هیچ جا نمیگیرد، چون که هیچی نیست. وای همین همین رول من وای با معقول. وای سر محاسبی خواجگی بازی میکنه یک وای قریب که گم نداره.
لیکن او با من هم رول معقول تر بود. همین خیلی شد که در زبور تروپا، یعنی که در جمع آمدی که هر هفته یک بار می شود، محکم آجاقلو خدا رحمتش کنم عریضه کردن که همین رول با من معقول نیست و اگر من دوبلور می شدم با عبیدالله رجب، اون که استاد هستن، خوب می شد. من بی یکم گپو کلوچه رولت با دو دستی ادب آوردم، گفتم استاد مرحمت من نمیکنم همین رول بازی. که بعد گفتن که نه خیر نمیشه، اگر که شما رول بازی نکنید پس شما رولی محکم حاجی خلیفه بازی. من محاسب شدم، سر محاسب خواجگی. این چیز در سناریو نامده است، ولی هرچی که با در صحنه می شود من همین خیلی اینو قبول کردم که رئیس کلخاز یک شخصی پرخور و یک شخصی هست که هرچی که برای منفعت خودش بیشتر کار میکند. من همین یک باری وزنینی که انسان برداشته نمیتواند همچون وزن قبول کردم. یعنی از پس رئیس میگردد، از پس همی گشتن در دلش نمیفورد. هر زمان رئیس به این نگاه میکند که چی میگه، این عموما وزبی نزده و راضی است همین سرمحاسب که از کار رود و در خدمت همین رئیس نباشد. من همین یک مسئولیت گران و در آخر در وقتی که به حکومت جمهوری نمایش میسپاریدن و میکردن، وزیر فرهنگ دور مهربان نظرش گفتن یگانه رولی که برای من پسند است و یک بازیافت ایجادی است این رولی عبیدالله رجب. بعد به سلطان سفر سپاریدن، در آخران اینا بلیط‌های پرتویشون میسپارن، میگیرن از دستشان. گفتن که بلیط پرتوی در آخر از عبیدالله رجب نمیگیرید. به سلطان سفر سپاریدن که در آخر یک مونولوگ بیان میکنید برای که رول پر شود. همون راهی که من کشیده بودم همیشه نمیرسید و همین چیز شد و رول من یکی از رول‌های بهترین شد و برای بهترین رول من از وزارت فرهنگ مکافات هم گرفتم. فهم استاد. بعد میریم پهلوی دیگر استاد. شما در خورده میخواستید که رسام شدید. این نکته رو در جایش مقید میکنید. گفتن ممکن است که آرزوی کودکی شما عملی نشد استاد. عملی نشد به اون خاطر که من برادر کلانیم از من کلانتر که در آموزگاه موسیقی میخواند گفت که من اونجا تر نگاه کردن نمیتوانم، در آموزگاه موسیقی میخونیم. من در آموزگاه موسیقی من یک سال خواندم. شعبه بسیار وزنین بود و روسی دریژورسکا خروای عدلی، یعنی که من از من دریژور ساختنی بودم. گفتن که قدت بلند، دستات دراز است، ایتا نکه معلوم. و من یک سال خواندم و برادری کلانی ما چون به خدمت حربی دعوت کردن، من یعنی به وای ماندم، به سرکلان ماندم و رفتم. سال دیگر حجتمو سپردم به آموزگاه رسامی. من قبول شدم. من کم کم میکشیدم در خانه. من قبول شدم. من 2 سال اونجا خواندم. 2 سال خواندم و در نزد آموزگاه یک بار همین استودیوی ما در نزد تئاتر بود ولی مبلغ گذارش بود آموزگاه رسامی در نزد همراه برای که استیپندیا گیریم. من چون اونجا 2 سال خواندم برای اون من اینجا گذاشتم که من اسپکتاکل دیدم در دوشنبه آمده. من کودک بودم، یک بار از مکتبی میانم من اینجا آمدم، ولی کودک بودم، جوان بودم. من یک شب باید بگم که من از 5 سالگی مکتب رفتم. من در سن 5 سالگی قبول میکردم اون وقت همه کسی که میخوند قبول میکردن، نمیپرسیدم. یعنی باید سنجش رو گذاشتی قبول. مکتبی ابتدایی در نظر دارم. بله. اون وقت رو نمیپرسیدن و من خیلی از بس که اویله ما در ده اویله با نفوذ و وای بود، هر چی که میگفتیم مکتب دیرکتور مکتب اینا قبول میکرد و من در 5 سالگی اونجا خواندم و من اومدم وقتی که اسپکتاکل دیدم گفتم جای من اینجاست. و خوشبختانه در نزد آموزگاه بدیعی یعنی که رسامی اون وقت آموزگاه رسامی بعدتر به نام میرزا رحمت عالیمو شد. من اونجا امتحان سپرده قبول شدم و بعد این من در اینجا میخوندم. اگر گفتم قبول شوم در اکتاری کار ما دوام میدم، اینجا میخوانم. اگر نشود اون رسامی خواندم و اینجا آمده امتحان سپاریدم. در تالار آدمای زیادی آمده بودن، اعلام شدگی بود زیاده از 150 160 نفر من نمیدونم آدم بود، چون که ما 15 کس باید قبول میکردن. من شخص سیوم بودم که به یکم امتحان با
یعنی ما قبول شد. فهم استاد. اما گفتم ممکن است که مثلا آرزوهای ماند که مثلا کودکی بود و می‌خواست عملی شود اما تا حال عملی نشده است. نه من بسیار خرسندم که موسیقیچی نشدم. اگر میشدم موسیقیچی خیلی موفق میشدم. من موفق میشدم. اگر رسامم میشدم من رسام خوب میشدم. و نهایت این کسب برای من وای شد. ماند عزیزتر و ماند، ولی همچون هنرمند اکتور اون چیزی که من گفتن که من موسیقی بسیار خوب میفهمم، رسامیت نغز میدانم، من تا حاضر همه نمایش‌هایی که رساما میشه در موضوع دیگر جواب استفکو من میروم میشه میبینم، چون که هنرمند تئاتر موسیقی ندانسته، ساحه رسامی ندانسته، آرکیتکتور ندانسته، اکتور شدنش مشکل نه میشود، ولی کم است این چیز. یعنی باید داند این چیزها. اگر ندانید نمیشد. ما از درس میبرامدیم فقط شهر را تماشا میکردیم، آرکیتکتور شهری همون وقت سالهای 60 از نگاه خودمون وای میکردیم، میآموختیم، میگفتیم چی نمیرسه چی باید کرد. همین چیز این در کار است برای اکتور، یعنی که قاعده و قانون پرسپکتیو وقتی که شما رسام هستید اینا میبینید اونجا بسیار خوب. من دکوراسی تئاتر وای میکردم، بعضا میکردم، من جوان بودم با رسام ممکن بود لبیدی و همینا کار میکردم، میگفتم а что если здесь вот сделать так-то, میگم که а ты откуда все это знаешь؟ من خونده بودم میدونستم. بعد آخه من همه چی برای خودم چین میکردم، در یادم در ذهنم بگرفتم. فهم. تشکر استاد. بید من اگر اجازه باشد از ساحه تئاتر برای شما یک سوال گذارم. طبیعی است که امروز فعالیت تئاتر مثلا اونقدر هم چشم رس نیست نسبت به اون دوره‌ای که مثلا در تئاتر ها باید لورجاف بازی میکرد. و عموما استاد اصلا شما بیشتر افضلیت رو به کدام میدادید، سینما یا که تئاتر؟ زیرا که مثلا در کینو میتواند که دوبل های زیاد باشد اما در تئاتر ایجاد کاری یک مرتبه. پدر همه هنرهای جهانی این تئاتر است. استاد گفتم میتونه که امروز شما روزی هستید از فعالیت تئاترهای امروز؟ نه مطلقاً نه. برای اون که مردم ما تئاتر دوست نیست از بنیادش. یعنی بود تئاترهای کوچگی، تئاتر چی میگن به مثل روساس اسکاماراخا و وایها بودن، ولی مردم میگفتن که این کاری شیطان است، مسخره میکردن آدم‌ها. ولی بودن شخصیت هایی که همین تئاترهای کوچگی و تئاترهای چادری و مثلا لخته که من در نظر دارم تماشا میکردن. خیلی در کوهستانی ما کمتر بود، این چیزا بیشتر در بخارا، سمرقند، شاید در خوجند بود، در کنی بادام، در اوراتپه، در کلاب این چیزها بود، مردم وای میکردن. ولی آنها با حافظهای الهیده، با نوازنده های الهیده سر و کار داشتن، ولی این تئاتر برای مردم ما یک چیزی نو بود. این بعد پیدا شد وقتی که ما در هیئت SSR در آمدیم و آنها گفتن که هر یک جمهوری باید چند تا تئاتر داشته باشد و اینا بر رسمیت در آوردن و سپاریش هم شد و تئاتر ساختن، تئاتر اپرا بالت ساختن، تئاتر اول تئاتر لاهوتی، بعد اپرا بالت و تئاتر مایکوفسکی. اینها پیدا شد برای ذوق بدیعی مردم بلند بردن. امروز جای تئاتر تلویزیون گرفت. یعنی که هر چیزی که اگر ما همچون تماشابین میگیم چی در کار تئاتر رفتن وقتی که تئاتر در خانه است. اما کیفیت تئاتر دیگر است. آره کیفیت تئاتر دیگر است. اینا آنهایی که تئاتر میشناسن و دوست می‌دارن، یعنی که تئاتر من میگن به روسی، یعنی اونایی که ذوق تئاتر و کسلمند تئاتر اونا اینا حس میکنن. وظیفه تئاتر هم همین است که ما باید مردم با یک چیز دیگر است. اگر هنرمند خوب باشد و در تئاتر مثال با سخنش، با دیدش، با نگاهش، با شخصیتش میتواند تماشابین تئاتر آوردن. در من در تئاتر راه نمیدادن و من خودم کشف کردم و صحنه های ساختم که اون آدمایی که تئاتر می آمدن در تئاتر نمی گنجیدن و من استادیوم ها یا ورزشگاه ها را انتخاب کردم. در یکی از مقاله هم این چه هست انتخاب کردم. برای من همچون هنرمند وقتی که
театр ба одам кам мебуд бисёр аламовар. Ман дар стадионҳо дар деҳот мерафтем, мо албаски намегунҷидан ҳамун талу теппаҳо мисли театрҳои юнони қадим бар ин онҷое ки дара ҳасту ва ҳасту мешинанд дар теппаҳо мобайн ба як ду гулема мепартофтем бозӣ мекардем. ҳамун театри қадима пеши болои дарахтҳо мебаромадану мештан аз унҷа хубтару беҳтар дар лаби ҳавз мисол дар исфара ҳамин воқеа шудагӣ аст. хоб дар кони бодом ҳамин шудагӣ аст. дар чанд хоҷагиҳо мо با سروری استاد توفا فاضلova میرفتیم. در کلابی بسیار شدگی است. در کنگور نوزادگاهی من این چی شدگی است، یک مساحت کلان، یک سنگلاخ میگیم، آنجایی که زمین و زمان آدم آمد از دیگر جاها. در دنقره این کار شدگی است. خلاصه من از این چی بیشتر کیفیت میبردم و مسئولیتی من زیاد میشد. من روح میگرفتم، قوه میگرفتم، درمان میگرفتم. و بسیار صحنه‌های من در همون جاها پیدا میشد، در مناسبت با مردم پیدا میشد. اگر من امروز هم میدیدم، روز دیگر همینا ما علاقه در صحنه همون بازی میکردیم، از بین مردم میگرفتیم. تمام استاد. ببینید استاد، شما گفتید که از امروز فعالیت تئاتر کلان روزی نیستید، اما در یکی از کارهایی که شما سهم گذاشتید این دوبلیاژ بود، یعنی صداگذاری بود. در امروز مثلا کار دوبلیاژ در تاجیکستان رو چگونه بها میدید؟ من اصلا دوبلیاژ کم دعوت میکنم. دعوت نمیکنم به خاطر آنکه کار دوبلیاژ هم کار دوم درجه است قریب که، یعنی شما اگر نقص دیده باشید دو اکتور میبراین و تمام فیلم دو اکتور صدا میکنن، صدا میکنن، ترجمه میکنن. من نمیدونم، قبول نمیکنم از آن خاطر که مبلغ ندارم و دویم از آن که همون رئیسوری دوبلیاژ هم نمیخواد که آدمی بسیار باشد سری وای گرنگ شود. دو کسک میشنن هم کپور وای میکنن. اون ترخی پرسنلی نمیشود. من اینم قبول ندارم. من قریب که دوبلیاژ جیغ نمیزنن. خیلی میگن چی در کار یک آدمی که اینقدر ناز و نوز بسیار دارد، طلبات دارد، یک کسی دیگر میگیرم که به هیچ یک آسانکک اجرا میکنن. اما اینا نمیخوام. این چیزا این در کار نیست این چیز. استاد، با هنری کارگردانی معروف تاجیک یک زمان برزو عبدالرزاقوف چگونه بهاگذاری میکنه؟ بهای نقد دارم. من همه چیزایی که در شنبه مانده است من تماشا کردگیم. ما یکدیگرمون بسیار خوب میشناسیم، میدونیم. ما در کلوب در آزمون پرستو هم وای کرده بودیم با هم. همین خیلی شدگی بود که اثر او و من در کلوب فلک مانده بودم. اگر شنیده باشید همون وقت بسیار یک وای شد، یک آوازه، یک شهرتی بسیار وای شد. خیلی بودم اونجا به آدمایی که از مسکو، مهمانایی از مسکو آمدگی، همین فلک گفتن که بهترین بازیافت هنری در همین منطقه آسیای میانه است. گپی همونا است. اینا میرم صاحب بود، لالا حسن و اونجا اشتراک داشتن. از هنرمندای ما بسیاری ها بودن. خودی برزو عبدالرزاق میگفت که من به همین مانند چیزی ندیدم، گرچند که اون جهان خیلی گشتن تئاتر را دیدن. ما با واسطه فولکلور بسیار چیزهای گفته توانستیم، ولی اون چیز موفق نشد. با سخن دو کس، سه کس، نه وزیر فرهنگ دستگیری کرد، نه اتفاق خادمان تئاتری دستگیری کرد و اون مکافاتی که گرفتن او آدم هم مکافات نگرفت. مکافات گرفت برزو عبدالرزاق. گفت که من این مکافات در پیش فلک، این مکافات من قبول نیست، من نمیگیرم. سزاوار مکافات ویدو رجب گفت من نمیگیرم، نگرفت. و بعد آوردم با من که من گفتم که من محتاج این مکافاتم نیستم، من معلم کارم کردم، نگرفتم. یعنی همین چیزا مثال برای من علم آور بود. وقتی که آدم ها زر از ریگ یا که از سنگ فرق کردن نمیتونن، دانسته میدونن که این چیز بلند است، لیکن قبول نمیکنن. لیکن حسی محل است، حسی باز دیگر چیزا و دیگر چیزا است که من نمیخوام که آنها هستن در کارشان خطای خودشون فهمیدگیان ولی علاج ندارن. فهمم. اما استاد انکتون گفتم ممکن است که امروز ایجادکاری واقعی رو به طرزی باید و شاید قدر نمیکنه. بله. این روزی هستیم. فهمم. استاد آخران سوال از قسمت نگاهی نو میدهم، بعد میگذاریم به قسمت های دیگر.
ما اطلاع دریافتیم که با 8 سالگی عمر یک کتابه از جانب هوادارانتان ادیبان یک قطار ادیبان و یک قطار مثلا هوادارانتان و نفرانی که در این یا آن سمت فعالیت میکنند سمت‌های مختلف کتاب تهیه شده ایستاده است درباره شما اون کتاب اطلاع دارید استاد و نامش چی میشه اون کتاب رو میگوید دوست سخن من خواهش میکنم که درباره همین کتاب نگویم میترسم که جوان مرد نشود چون تقدیری من همیخیل است نامش حاضر فکر نکردیم من گمان میکنم که نام او کتاب همراهش هست کتاب درباره من باشد اینجا نام من میشه دیگر چی دیگر باید همیخیل باشد کل نمیدونم ما مصلحت نکنیم با ما اونجا محرر دارم با اونجا و چند دوستای دیگری هستن که مصلحت میکنن حالا این چیز نمیدونم آیا زوری من میرسد برای چاپ کردن میدونی که کتاب چاپ کردن خیلی وای است اونا هیچ کس دستگیری نمیکند اگر خودی آدم وای نکند خیلی شاید یکون کس پیدا شود که کمک اما کند حتما باید پیدا شود نهاد یا کسی که من نمیدونم این کتاب باید در شود کتاب از روی آن چیزی که ما داریم بسیار باید عجایب شود کتاب نه همچون مقاله این دستوری است برای آنهایی که همین کسب انتخاب میکنند هر یک مقاله یک عالم گپ است درباره من نیست و درباره هنر است یعنی که چی باید کرد که هنرمند معروف شوی و گپت سخنت گفته توانی نه هم تو برآمده مثال گفتیم و خودمان سبو کردیم برآمده رفتم نه او یک چیزی باشد که خاطرمان باشد هر یک مقاله یک دستور است یک ادب است یک تعلیم است اونجا مقاله زیادی است اکثریت مقاله ها نگذاشتن در همون چیز حالی هم نوشته ایستادن بعضی رفیقامون نوشته ایستادن که بعد آگاه شدن خیلی نوشته ایستادن در نظر من همین خیلی می‌آمد که اون سخن‌ها درباره من نیست که یعنی که با واسطه من بها میتیم ما به هنر به سطح هنر با آینده هنر یعنی که پرسپکتیو هنر ما آینده چی میشود یک وای است کلی بریم چی میشه فهمم تشکر زیاد استاد خب با یک قسم دیگر استاد عنوان گرفته است بلیتس یعنی پرسش‌های کوتاه استاد من سوال میگذارم اگر خواهید انتخاب کنید اینجا بیشترش انتخاب است کینو یا تئاتر کدامش رو انتخاب میکنید استاد تئاتر گذشته یا آینده استاد آینده سه حجم‌نگار جهانی باشد جهانی باشد استاد من چارلی چاپلین ارکادی رایکین بوکی است از اونهایی که من میشناسم و هنری اونا به من تاثیر گذاشته است نیکولین فهمم خب استاد کلاسیکی یا معاصر هر دو کدام زیادتر استاد کلاسیک خب باران یا آفتابی است من طبیعت من هم باران است و هم آفتاب البته آفتاب خوبتر است فهمم سه کارگردان استاد در کجا در جمهوری در جمهوری باشد میتواند بیرون باشد فرق نداره سه کارگردان من انتخاب میکنم برزویا فروخ دارم از کند برزو فروخ و افیم سایش میتونم فهمم تشکر هنرمندی یا کارگردانی استاد اکتور کارگردان شده میتواند اما کارگردان اکتور شده نمیتواند فهمم کارگردان کسبی نمیتواند فهمم نشان داده میتواند این خیلی لیکن وقتی که او را رول میتی و رئیسر رو خودی کار میکنه نمیتواند فهمم سه نویسنده استاد نویسنده ها بسیارن من نمیتونم از بین اینا جدا کنم نمیتونم باور کنید مثلا از تاجیکا من دوست دارم ساتیم اولوغزاده البته عینی که این تاریخ ما را بیدار کرد عبدالحمید صمدوف و باز هستن فهمم و آخرانش استاد عقل یا دل البته عقل خب استاد سوال شخصیت ها با هم دیگر خب قبل از شما مهمان ما بودن سبحان جلیلوف و اون نفر برای شما چنین سوال واگذار کردن که آیا میشود که تئاترهای خرد بسیار اما با روی 30-40 نفر در جمهوری تاجیکستان این شرایط هست که تأسیس داده شود و هر نفری که میخواد بیاد تماشا کنه هست این البته این باید باشد این چیز هست تئاترهای یعنی که چی میگن تهخانگی میگیم پدولی میگیم
این هست در همه جا هست در فرانسه هم هست اصلا تئاترهای بزرگ از همین چیزا وای میگیرد یعنی آنهایی که امکانیت ندارند یعنی یک میدانی که برای 4-5 اکتور یک جایی که برای 40-50 نفر جای نشست باشد یک شالچه میپرتید بالای زمین هم میشینه این همون آنهایی که در حقیقت به تئاتر داده شدند همون بیننده ها میآیند این باید باشد این هم تئاتر است آخر گفتی همون بزرگا که دو اکتور که بالای صحنه میآیند در یک کوچه در یک پس درخت در یک پس دیوار یک شالچه میپرتند ابراز میآفرینند البته همینجا تئاتر است فهمم تشکر استاد و شما نیز به مهمانی نوبتی ما باید یک سوال گذارید اگر خواهید زندگی خودش تئاتر است او از همین تئاتر راضی است فهمم تشکر استاد تشکر زیاد اینجا فرجام هست آخر سخن شما را برای بینندگان من از بینندگان عزیز منتظر هستم از این واخوری گمان میکنم که این واخوری اولین ما نمی شود و بسیار سخنهایی که داشتیم ناگفته ماند و در یک نمایشی که نیم ساعت یا 40 دقیقه شاید دوام کند همه فکرهای بیان کرده نمی شود و من گفتنی های زیادی دارم با امید آنکه ما باز وا میخوریم تشکر سلامت باشید تشکر زیاد استاد سپاس و بیننده های عزیز خاطررسان میکنم این لایحه نگاهی نو بود پخش مخصوص در پایتخت کشور شهر دوشنبه ما ثبت رو در خانه من نام مغازه تالار میبل ثبت کردیم و مهمان ما بودند هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان سابق قدر کینو و تئاتر استاد عبیدالله رجبوف استاد سپاس سلامت باشید تشکر زیاد استاد سپاس از این برنامه با من معقول بود آنچه که شما منو پیدا کرده توانستید و با من صحبت داشتید و مرا باز خوبتر و بهتر به تماشابینی یکی از ولایت‌های کلانترین جمهوری و آبادترین معرفی میکنید این برای من خیلی پسند است چی معقول نشد دیر آمدید دیر پیدا کردید ما امروز درباره شناختن دوستا صنعتکارا گفتیم و تنقید هم کردیم که همه خیر و خودمون با همین گناه داریم خواهش میکنم که من بعد همیشه نشود اول ما باید خودمون رو شناسیم و بعد دیگران هم باید شناسیم سلامت باشید من در خدمت شما обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик ҳунармандон ҳаҷвнигорон рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад мусоҳиба бо формати нав фактҳои нав саволҳои ғайриоддӣ ҳолатҳои хандаовар ҳазл шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав ба канали мо обуна шав аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош